سلام دوستان، خوش اومدید به آموزش ایردراپ بلوم. تو این ویدیو قرار آموزشتون بدیم که چه شکلی با این ایردراپ کار بکنید. 0 تا 100 نکاتشو بهتون میگم. امیدوارم که ویدیو مفیدی باشه براتون. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه ابتدا از طریق لینکی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم برای اینکه تو خود تلگرام وارد ربات بلوم میشید. لانچ بلوم رو میزنیم. صفحه اولی که برای ما باز میشه ببینید این شکلیه که آقا الان من روز اولیه که وارد این ربات میشم. البته روز اول نیست، چند روز نیومدم تو این اکانتم و الان تازه اومدم و این صفحه برام میاد. 10 تا دونه بلوم پوینت بهم میده با یه دونه پلی پس. حالا بهتون میگم پلی پس چیه، بلوم پوینت چیه. تو این صفحه بچه‌ها پایین از پایین شروع میکنیم میریم بالا. اوکی، این پایین کلایم زده سبز نوشته جلوش 57.600. این میزان بلومیه که خود ربات برای ما به صورت خودکار جمع میکنه و وقتی که کلایم رو میزنید این میزان به موجودی ما اضافه میشه. دقت کنید هر وقت این کلایم رو میزنید بعد میبینید که استارت فارمینگ اون دکمه سبزه تبدیل میشه به این دکمه سفیده. این استارت فارمینگ رو بزنید که دوباره شروع کنه برای شما به جمع کردن بلوم و همونطور که میبینید هر 8 ساعت یه بار برای شما یک میزان بلوم حدودا 50 تا 60 تا بلوم براتون جمع میکنه. پلی پس ها چی بودن بچه؟ پلی پس این کارتایی که میبینی الان جلوش نوشته 74، یکم بالاتر نوشته، بالاش نوشته دراپ گیم، پایینش نوشته 74. این تعداد مهلت ها و تعداد بلیت های بازی کردن بلوم ما. حالا بازی کردن چه شکلیه؟ وقتی رو دکمه پلی میزنید میبینید همونطور که میبینید یه سری گلای سبز از بالا داره میاد پایین. کنار این گلای سبز بچه‌ها یه سری بمبا و یه سری یخها هم میاد که وقتی یخها رو میزنید چند ثانیه صفحه استاپ میشه و شما میتونید اون گلای سبزی که تو مپ هست رو جمع بکنید. کنار اینا بچه بمبم میاد که این بمبا رو اصلا نزنید. حالا من یه بار اگه بیاد میزنم، ببین وقتی میزنید 100 تا از امتیازاتتون رو کم میکنه. پس سعی کنید بمبا رو اصلا نزنید، کنارش فقط یخها رو بزنید و تا جایی که میتونید این سبزا رو جمع بکنید. و میبینید که الان من حالا 100 تاش رفت، 52 تا تونستم جمع بکنم. اگه اون بمب رو نمیزدم حالا 152 تا میتونستم جمع کنم. برمیگردیم میایم تو صفحه اصلی دوباره بچه‌ها. ببینید الان 73 بار دیگه من میتونم بازی بکنم. این 73 بار به این دلیله که من چندین روز اومدم وارد بازی شدم و با این کارتا بازی نکردم که حالا این میزان جمع شده. ولی که روز اول که میاین، اگر تازه روز اولتون وارد بازی میشین یه دونه بهتون میده، روز دوم 2 تا، روز سوم 3 تا، همین منوال میره جلو تا روز هفتم. روز هفتم 7 تا دونه کارت بهتون میده که از روز هشتم و روز نهم و روز دهم دیگه طبق همون روز هفتم حساب میشه و هر بار شما وارد بازی میشین 7 تا دونه کارت برای بازی کردن به شما میده. میریم بالاتر بچه‌ها. این قسمت نوشته تریپ. اول راجع به این عدده بهتون بگم که نوشته B و 8568. این میزان توکنای بلومیه که ما جمع کردیم تا الان. امتیاز ما تا الان 8568 تا بوده. اینم در جریان باشین که میزان موجودی شما. بالا هم که اسمتون رو مینویسه، حالا من نوشته بلوماریا. میریم بالاتر بچه، این قسمت تریپس که نوشته اوپن. این بخش بچه قبیله است. وقتی که وارد یک قبیله میشید همونطور که نوشته farm 10% faster as new trip. وقتی که شما وارد یک قبیله میشید 10% بیشتر میتونید بلوم جمع بکنید و حالا چه شما سازنده تریبون باشین، چه شما سازنده قبیله باشین، چه یه ممبر عادی باشین توی قبیله، هیچ فرقی به حالتون نمیکنه. 10% میتونید بیشتر جمع بکنید که حالا من خودم تو دیسکریپشن لینک قبیله کانال تلگرام و خودمون رو میذارم. از اون طرف میتونید وارد بشید و این 10% بیشتر جمع کنید. میایم بیرون. خب از این قسمت دیگه صفحه اول چیزی نمیمونه که بخوام بهتون بگم. میریم وارد تسکا میشیم. از این قسمت تسکا چی میگن بچه‌ها؟ ببین تسک یعنی مأموریت. حالا
به این معنی بیشتر میشناسنش. شما یک سری مأموریت ها دارید که خود ربات به شما میگه این کارا رو بکن و در عوضش یک میزان بلوم من به شما میدم. مثلا اولیش POS or POV. حالا میبینید این شکلی که من جلو اولین دکمن که جایزش 200 تا دونه بلوم پوینته، همون امتیازیه که تو صفحه اول نشونتون دادم. وقتی کنارش رو گزینه استارت میزنید، حالا این یه ویدیوی یوتیوبه، بیایم بیرون. وقتی میایم بیرون ببینید حالا اصلا باگ میخوره، نیازی نیست حتما ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید، فقط بزنید روش بیایید بیرون و بعد چند ثانیه میبینید که تسکیه برای شما تکمیل شده و وقتی کلایمو بزنید این 200 تا امتیاز به شما اضافه میشه و اینجا اضافه میشه برای شما. همینجور کلی تسکای دیگه هست که امتیازهای مختلفی هم دارن. حالا اینا بیشترش ویدیوهای یوتیوب هن که مثلا حالا اینا اینستاگرام هم میگن که آقا تو اینستاگرام بیا فالو بکن، بیا فلان کارو بکن، مثلا 90 تا امتیاز بهتون میدیم. یه بر گفته که 20,000 تا امتیاز جمع بکن ما 1100 تا امتیاز جایزه بهت میدیم. حالا کلی تسک هست که شما با انجام دادنش میتونید بلوم به دست بیارید. پیشنهاد میدن حتما هم انجام بده، یعنی از هیچ کدوم از تسکا نگذرین و این بلوم پوینت ها رو جمع بکنید، حتما امتیاز ها رو جمع بکنید. این از قسمت تسکا که دیگه بهتون گفتم. میر استارت میزنید، بعد دوباره وارد بازی بلوم میشید، چند ثانیه بعد بیشترشون رو میتونید انجام بدید و امتیازشون رو بگیرید. نیازی نیست حتما ویدیوهای یوتیوبش رو کامل ببینید یا اینکه اون کارهایی که میخواد رو دقیقا انجام بدید. میایم قسمت بعدی بچه‌ها، فرنز از پایین سمت راست این قسمت رو میزنیم. این قسمت چیه بچه‌ها؟ این قسمت تعداد فرند ها و زیر مجموعه های شما رو نشون میده و میزان موجودی اونا. حالا من 10 تا زیر مجموعه دارم که این 10 تا زیر مجموعه هر چقدر بلوم بتونن جمع بکنن 10% از اون میزانی که جمع کردن گیر من میاد که الان 1465 تا برای من تونستن جمع بکنن. وقتی گزینه کلایمو بزنم این 1465 تا بلوم به من اضافه میشه. و از اون طرف هم شما وقتی بخواید دوستانتون رو یا زیر مجموعه بگید، دوستانتون رو به بازی دعوت کنید و زیر مجموعه بگیرید، از این گزینه سفید اینوایت فرند میتونید این کار رو بکنید. وقتی روش میزنید 2 تا حالت میاد جلوتون که یکی سند گفته، یکی کپی لینک گفته. حالا میتونید سند رو بزنید، وقتی سند رو بزنید وارد تلگرام میشه و میتونید اسم دوست خودتون رو تو تلگرام سرچ بکنید و براش بفرستید دیگه. اگر کپی لینک رو بزنید لینک رفرال شما کپی میشه، تو کلیپ بوردتون کپی میشه و میتونید با کپی پیست کردن لینکتون، حالا هر جایی، چه اینستاگرام، چه یوتیوب، چه تلگرام و چه حتی تو پیام عادی، لینکتون رو بفرستید برای دوستانتون و از زیر مجموعه بگیرید. و از این قسمت هم گزینه آخر بچه گزینه بلت هست که مال من گزینه بلتم وصله و اکتیو. حالا من میخوام دیسکانکت بشم که شما بفهمید چه شکلیه. خب ببین وقتی دیسکانکت میشین احتمالا اگر تا الان به ولت وصل نشده بلوم شما یه همچین صفحه میبینید که یه اسب شاخداریه این وسط داره مسخره بازی در میاره، بعد لولینگ آپ. اینجا با گزینه کانکت ولت خب میتونید شما بلومتون رو به ولت تونکیپرتون وصل بکنید. وقتی میزنید روش این صفحه براتون میاد، گزینه تونکیپر سمت چپ انتخاب میکنید، وارد تونکیپرتون میشه. از این قسمت کانکت تو ولت رو از اینجا میزنید، با اثر انگشتتون رمزتون رو وارد میکنید و باز این قسمت رو میزنید و تمام. الان ولت شما به تونکیپرتون وصل شده دیگه. بچه ها نکته ای نمیمونه بخوام بهتون بگم، تمام چیزایی که بلوم داره همینه. یادتون نره حتما وارد قبیله هم بشین، من لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم، تو کامنت ها هم براتون پین میکنم که بیاین و این 10% رو بیشتر بتونید جمع بکنید. بچه ها بلوم واقعا یکی از با ارزش ترین ایردراپ های کل تلگرامی که شما میتونید باهاش درآمد خوبی رو داشته باشین. پیشنهاد میدم اگه تا الان شروع نکردین حتما شروع بکنید.
اگر هم شروع کردین از قبل جدی بگیرینش و سعی کنید تمام تسکاشو انجام بدین و حتما وارد قبیله بشین که بتونید بیشتر امتیاز جمع بکنید. از اون طرف هم با کارتاتون بازی بکنید تا بتونید امتیاز بیشتری کسب بکنید. دوستتون دارم، امیدوارم ویدیو مفیدی بوده باشه براتون. لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. سوالی چیزی داشتین تو کامنت ها بپرسین، من خودم شخصا جواب میدم. دوستتون دارم، تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.